و سپاس. درود عزیزان، باز هم برنامه خاطره هاست منظور شما. میگویند موسیقی قدرت فوق‌العاده دارد. اینچنین در علم منطق آمده است که جهان نیست که برون از موسیقی باشد. یعنی ما همیشه گوش به صدا می دهیم، به آهنگ، به موسیقی و هر وقتی که یک نوازش خوبی را گوش میکنیم حتما که وارد می شویم به عالم خاطرات خود. یعنی موسیقی می تواند امروزی ما را وصل نماید به گذشته های دور و یا هنگام موسیقی شنیدن باشد می توانیم آرزوهای نکوی خود را روی کار آوریم، امید را به بار می آورد، نیت های نیک را. از این رو گفته می توانیم که برنامه خاطره ها همیشه بهار است در موسیقی. و عزیزان چه خیلی درک کردید، امروز هم تنها نوازش است و همین امکانیت خوب را برای ما و شما فراهم می آورد برنامه خاطره ها. دو تن از مطربان چیره دست نامی را دعوت نمودیم، خصوصا اون مطربی که حالا روبروی ما نشسته، نوابسته از این جوانی الکای چهره آشنا می باشند و یک جوانی دیده درو خوش سلیقه، مهراب طلبی‌زاده و اینچنین در اسباب تبلک نشستند، قدرت الله مرادوف. هر یک شما را خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد شما و تمام بینندگان تلویزیون سفینه هم بخیر شده باشد. و آن موسیقی که حالا بهر ما و بیننده نواختید بسیار فورم بود، دلنشین بود، چی نام داشت؟ نام دارد ناله عاشقان، آهنگ استاد عبدالله نظریف. باید گویم که موسیقی مذکور در سالهای 70 از جانب عبدالله نظری اجرا شده بود و استاد این را به طرز سرود میخواندند. شعر خلق بود. تشکر. یعنی از سرخط برنامه الکی معلوم می‌گردد که چگونه مندرجات را دارد، یعنی بسیار آهنگ‌های دلچسب ماندگار را شما امروز می‌نوازید. 4 نوازش را اجرا می‌نماییم که یک آهنگ دیگر از استاد فتح ادنیو، باز یک آهنگ دیگر از استاد سید قلبیلال و آخرین باشد یک آهنگ زیبا که آهنگ استاد حکیم محمود است اجرا می‌نماییم. مهراب، در برنامه که چند قبل متهیه کرده بودیم و شما در آنجا نیز بسیار آهنگ‌های ماندگار را نواختید، ولی استفاده کرده تنها دمبره، یعنی دوتاری بی پرده را و با این یگان کاستگی ما احساس نکردیم، یعنی مکملیت آهنگ بود. امروز باشد باز هم جاذبه بخشیدید، اینچنین آمیخته کردید اسباب تبلک را. اسباب دمبره و اسباب تبلک این اسبابایی می باشند که صرف اسباب ملی تاجیکی هستند و خواستم که در برنامه امروزه از 4 تن از آهنگسازان گذشته و امروزه که در تمام گوشه و کنار تاجیکستان شهرت دارند و آهنگای آنها را مردم گوش میکنند و اعتراف میکنند، با دمبره و تبلک تاجیکی برنامه امروزی رو تهیه کنیم. امیدواریم که یک برنامه خوب روی کار خواهد آمد. و چون گفتید آن موسیقی که در اول پیشنهادی بیننده کردید نام داشت ناله عاشقان از حافظ خلقی عبدالله نظری. اگر ما درباره استاد عبدالله نظری چیزی گفتنی باشیم، در اول سخن همین را باید قید نماییم که عبدالله نظری که خود در عائله صنعتکار به دنیا آمدند، یعنی الکی در شریان نفر مهر صنعت جوش میزد. یک نفری بود که همیشه با صنعت، همیشه با موسیقی، نه تنها در صحنه صنعت موسیقی، در جاده صنعت، اینچنین در زندگانیشان هم موسیقی بود، آهنگ بود همیشه. از این رو هم یک نفری بودند که مکتب خاصه را دارا و تا حال این مکتب خوشبختانه ادامه دارد از جانب فرزندانشان، از جانب شاگردانشان و عموما همون نفرانی که میخوان پیروی کنند و پیروی هم میکنند. و اینچنین ما گفته میتوانیم که سالیان پیشین همیشه گوش میدادند به آهنگ‌های ماندگار اکاشریف جورایف و با مرور زمان نفر گردیده توانستند که ما پس از اکاشریف جورایف حتما نام این نفر را، عبدالله نظری را به زبان میاریم. و چون شما که حالا جوان هستید، چه ها آموخته توانستید از آن میراثی که بهر همگان باقی گذاشتند؟ رپرتوار استاد عبدالله نظری سرودها و آهنگ‌ها خیلی زیاد هستند و همگان بسیاری آهنگ‌های استاد را میدانند. باید گویم که آهنگ مذکور من وقتی که روزهای فرهنگی جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان بود و مهمانان از جمهوری ازبکستان و کشور ما تشریف آورده بودند، با من پیشنهاد کردند که باید یک آهنگ زیبایی یعنی که تاجیکی را برای مهمانان نواخته باشی
و من هم انتخاب کردم آهنگ مذکور رو که ناله عاشقان داشت و در نزد مهمانان نواختم که از جانب آنها بهای بلند گرفت. و چون در آغاز برنامه گفتی که امروز در برابر نواختن چندین آهنگ‌های ماندگار از رپرتوار یکی از آهنگسازان معروف تاجیک ارباب شایسته صنعت استاد فتاح آدینه هم می نوازی، باور دارم که از این آهنگ هم خاطره خوبی داری. آهنگ مذکورم یعنی که آهنگ استاد فتاح آدینه است، یعنی که به طرز سرود اجرا شده است. بله. و باید درباره استاد فتاح آدینه همین گویم که یکی از چهره‌های شناخته، یکی از آهنگسازان، یکی از بسته‌کاران مشهور تاجیک بود در زمان گذشته و تا این جانب که آهنگ‌های استاد رو از جانب بسیاری نوازنده‌ها ما میتونیم که مشاهده کنیم. باید گویم که اولین نفری که دمبره رو در ارکستر سازهای خلقی وارد نمود و معرفی نمود که دمبره یعنی که ملت تاجیک در ارکستر سازهای ملی هم یعنی که جوابگو است و ما میتونیم که آن رو استفاده بریم. همگان آهنگ مذکور رو میدانند، یعنی که فلکی استاد فتاح آدینه میگویند. آهنگ مذکور از نو کار کرده شد در ارکستر سیمفونی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با هم آوازی اسباب‌های استرادی و خارجی با دمبره اجرا کرده شد. و حاضر باشد از استاد فتاح آدینه یک آهنگ زیبایی رو ما آوردیم به برنامه و میخوایم که اجرا نماییم. مرحمت.
میدونین از قطار همان آهنگ‌های است، در قطار همان موسیقی‌های است که کلان حجم است و در برابر صدا دادنش دل شنونده رو تسخیر میکند و وادار میسازد که ما همیشه گوش به آهنگ، گوش به موسیقی دهیم، یعنی جلب میکند شنونده رو. و عموما استاد فتاح آدینایف همین گونه یک نفری سرقیره بسیار پهلو بودند، زیرا در ژانر اپرا نیز آهنگ ایجاد کردند و باز چه خیلی گفتی چندین سرودهای تالیف نمودند که آوازخوانان معروف تاجیک سرودند. میگویند زیاده از 150 اثر را روی کار آوردند که این کم نیست البته. و از همین گونه استادان گذشته از مکتبشان خصوصا بسیار چیزها را آموختن ممکن است اگر کس خواهد جستجو کند، ولی آن استادانی که در عین زمان به نسل نورست به جوانان سبق می‌آموزند، سبق می‌دهند، حتما که هر یک نازکی ها را قید کرده می‌گذارند. یعنی باز هم بسیارتر چیزها را گرفتن ممکن است با واسطه پرسجو کردن، البته با واسطه گوش دادن به نصیحت‌هایشان. شما که امروز همچون یک جوانی سرطلب نسبت به صنعت موسیقی نسبت به خود هستید، از استاد سید قلب بلالوف چی‌ها را آموختید؟ استاد سید قلب بلالوف از سال 1989 که انسامبل دریا در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت. از اول تأسیس یابی انسامبل دریا در انسامبل مذکور فعالیت نمودند. آیسی راهبری انسامبل دریا در دوره یعنی که راهبری در انسامبل دریا بهترین نوازنده ها و بهترین سراینده ها یعنی که یکاچین کرده از تمام گوشه و کنار جمهوری جلب کرده شدند. از قبل استاد نگینار اوپوا، نقره رحمت و قربان علی عبداللهیف و دیگرها. یک چیز دیگر رو باید قید نمایم که استاد سید قلب بلالوف در بین آهنگسازان گذشته و معاصر تاجیک یکی از آهنگسازان پرقوت شناخته شده است. بسیار کتاب‌ها را نوشته است که امروز هم برای دانشجویان و هم برای طلبگان مکتب و هم برای آنهایی که در مکتب‌های موسیقی و کالج‌های موسیقی می‌خوانند کتاب‌های مخصوص نوشته است و آهنگ‌های استاد را چه سرایندگان گذشته و چه سرایندگان امروزه زمزمه میکنن، میسرایم. بله، امروز ما در برنامه یکی از آهنگ‌های آن کس را اجرا می‌نماییم. از کاروان نام دارد که آهنگ مذکور را استاد مستانه ارگش و به طرز سرود خوانده بودند و یکی از سرودهای بهترین بود که تو این زمان اگر اهمیت دهیم توسط رادیو حالا پخش می‌گردد. واقعا این صنعتکار ناتکرار همیشه که طرفدار کلامی بدیع هستند، یعنی متن بسیار بلند، همیشه شعرهای خوب رو خوب میپذیرند و کوشش میکنند که هر یک سرودشان فراگیری همین گونه متن ها باشد. بیشتر از اشعار استاد بازار صابر سرود میسرایند، ولی امروز که ما از نوازش قصه میکنیم، ما تنها آهنگ را گوش میدهیم، باور دارم که حالا باز هم نوازش خوبی را منظور بیننده میگردانیم. البته. مرحبا.
بدون هنگام گوش کردن این آهنگ پیش نظر پیدا گردید آن پشته و دره های سبزپوش و لاله‌رنگ ناحیه دنقره. شاید از همین مکان زیبا منظر الهام گرفته این موسیقی را روی کار آوردند، ایجاد کردند. بله، این سرود یک تاریخ خاصی دارد به خود. از کاروان هم نامش به سرود خیلی موافق آمده است. وقتی که مادر تاجیک فرزند خود را یعنی که به خدمت حربی روان میکند، یعنی که وقتی که پسرش به خدمت حربی رفته ایستاده است، معنی همین را دارد. یعنی هنگام گسیل فرزند خویش مادر همین گونه سرود زمزمه میکند. و عموما گیریم فلک انعکاسگر و تجسمگری منظره بسیار زیبا و دلچسب تاجیکستان بهشت آسا می باشد. یعنی هنگامی که فلک صدا می دهد حتما پیش نظر قله ها و هم کوههای آسمانبوسی دیار پیدا می گردد. بله، فلک خود یعنی که راز است، نیاز است. فلک را خیلی که می خوانند فلک دشتی، فلک راغی و سرودهای خلقی هم با فلک یعنی که تلعم هستند. در هر یک سرود خلقی اگر که ما اهمیت دهیم یک معنای دارد، یک سراینده با یک مقصد این سرود رو میخواند. خیلی که حاضر نواختیم درباره از کاروان بود که درباره فرزند خود قصه میکنه در این سرود. پالیز نارسیده خیرمنش ناکفته، یعنی که به خدمت حربی رفته ایستاده است. متنش هم خیلی است. همه این سرود رو اگر اهمیت دهیم خود یک معنی دارد البته. بله درست است. و عموما گیریم همون استادانی که در ژانر فلک کار کردند، ایجاد کردند، حتما که از خود یک تازگی باقی گذاشتند، تازه کاری نمودند، زیرا آنها توانستند که فلک را گوناگون رنگ نمایند. در برابر آن که زمانه فلک تنها داد و فغان مردم بود، امروز شادی را انعکاس میکند، خرسندی را. و همچنین در همین ژانر که گفتیم استاد حکیم محمودوف نیز ایجاد کردند، میگویند درباره این نفر سخن گفتن هم مشکل است هم آسان، زیرا این نفر هم در برابر آن که حیات مردم عادی را تجسم کردند در آهنگ‌های خود بسیار بلند بود، آهنگ‌هایشان بسیار دشوار بود اجرایش، زیرا میگویند که دایره دوتار و هم غژک نوازی را این کس وسیع کردند. بله، میخوام اینو بگویم که چقدر که گفتید استاد در برابر دومره نوازی ماهر بودنشون یک نوازی ماهر هم بودند. باید یادآور کنیم که نواختن اسباب غژک به خوبی میبرآمدند. در یک جای دومره رو نخست بعد از خود میگیرند و با مهارتی بلند اسباب دومره رو نواختند که از همون وقت شروع گردید فعالیت نوازندگی استاد حکیم محمودوف. بله درست است. در یکی از محفل ها ناخودآگاه همه درک کرد که این نفر نه تنها غژک نوازی مشهور است، غژک نوازی ماهر است، اینچنین از عهده نوازش دومره نیز به خوبی برآمده میتواند. ولی شخصانی که واقعا کارهای ماندگار را روی کار آوردند، چهره های نمایانی تاریخ می باشند، ما میتوانیم در هر برنامه یک چیزی تازه بگوییم، زیرا هنوز قره های کشف ناشده ایشان بسیار است. اگر خوب توجه نماییم حتما که برای خود چیزی نو گرفته میتوانیم. البته. شما کدام نوازششان را امروز اجرا میکنید؟
як навозише аст ба номи меҳр ва онро бисёри сарояндагон то имрӯз сароиданд аз ҷониби бисёр овозхонон. Мо аллакай он сурудро медонем ва бояд гӯям ки дар оҳанги мазкур бисёр рубоиятҳоро яъне ки тағйир доданд, шеърашро иваз карданд, аммо оҳанг фақат як оҳанг аст. Устод Аким Маҳмуд он оҳангро эҷод намуд барои шогирди худ устод Морсур Сафиева ва бисёриҳо ин оҳангро бо яъне ки тарзи хондаи устод Морсур Сафиева медонанд ки номаш меҳр аст. ташаккур меҳроб, бори дигар хуш омадед ба барнома. бисёр сарфарозем ки имрӯз ҳамнишини шумо будем ва тавонистед оҳангҳои дилчаспро манзури бинанда гардонед. Ташаккур зиёд. дӯстони азиз, инҷо бо пешниҳоди оҳанги чорум, яъне оҳанги охирини барнома ҷамъбаст мекунем барномаи хотираҳоро ва бо умеди он ки сиҳату саломат дида ба дидор мерасем, хайр мегӯем бароятон. Як шоми бо фароғатро таманно мекунем. марҳамат.